اگه به هیته سیستم صوتی علاقه داری، اگه قراره واسه خودت یه اسپیکر حرفه‌ای بسازی و با صداش عشق کنی، دقیقاً جای درستی اومدی. اینجا شعبه 2 کارگاه پروتکنیک داخل یوتیوب و ما اینجا مخصوصاً توی هیته سیستم صوتی و ساخت اسپیکرهای دستساز کار میکنیم. واسه همینه که بهت گفتم جای درستی اومدی. بریم ببینیم امروز چی داریم. برو بریم. تست و بررسی انواع کراس اوورها پارت دوم. توی پارت قبلی ما اومدیم در مورد کراس اوورها صحبت کردیم، طرز کارکردشون رو گفتیم، مدل‌های مختلفشون رو بررسی کردیم و به این رسیدیم که تو وی و تری وی. تو وی رو کامل بررسی کردیم، تست صداش هم کامل گرفتیم و با جنس صداش آشنا شدیم. اما امروز قراره بریم واسه تست ترکیب تری وی و یه سری نکات خیلی مهم در مورد کراس اوورها که اگه میخواید توی هیته سیستم صوت کار کنید، اگه میخواید اسپیکر بسازید، حتما باید این نکات رو بدونید تا بتونید یه صدای خوب از اسپیکرتون بگیرید. پس بریم واسه ادامه ویدیو. اگه پارت قبل رو ندیدید لینکشو بالا میذارم، حتما ببینید، قطعا به دردتون میخوره. بریم واسه تست کراس اوور تری وی. حالا میخوایم ما تست اینو بگیریم روی این باند. صدای تخصصی هر خروجی وظیفه کدوم یکی از درایور هاست پخشش. بریم اینو با هم دیگه تست کنیم. الان این باند با کراس اوور داخلی خودش مستقیم به خروجی آمپلیفایر من وصله و کراس اوور جداگونه نذاشتم سر راهش. اول تست صدای کاملش رو میخوایم بگیریم، صدای کاملش رو بشنویم، فرکانس های کامل رو داشته باشیم، بعد کراس اوور رو میذاریم، صدا رو روی فرکانس های خاص محدود میکنیم، ببینیم کدوم یکی از درایورها هر فرکانس رو پخش میکنن. پس الان صدای کامل رو بشنویم. خب این از صدای کامل این باند بود. حالا بریم کراس اوور رو مرحله مرحله تست بکنیم. اول خروجی ووفر رو میخوام تست بکنم. چیزی که به وضوح مشخصه اگه با هدفون گوش بدید اینه که صدا خیلی فیلتر نشده و همچنان تیوتر و میدرنج ما دارن میخونن. صدای کامل نیست، صدای تیوتر و میدرنج ما کمتر از حالت استاندارده، اما صدا کامل هم توی فرکانس های پایینی محدود نشده روی این مدل کراس اوور. این به چی بستگی داره؟ این به طراحی کراس اوور بستگی داره. تک تک قطعات روش میتونه اینو تعیین بکنه که توی چه فرکانس هایی محدود شده باشن. این از خروجی ووفر. حالا بریم خروجی میدرنج هم تست بکنیم. توی این قسمت چیزی که به وضوح مشخصه اینه که میدرنج فعال بود و این خروجی میدرنج کراس اوور هم هست. باید فقط میدرنج بخونه، اما ناگفته نماند که ما داشتیم بخش کوچیکی از صدا رو از ووفر میشنیدیم، بخش کوچیکی از فرکانس های بالایی رو داشتیم از تیوتر میشنیدیم، اما کار تقریبا داشت به درستی انجام میشد و ما از خروجی میدرنج کراس اوور یه صدای میدرنجی داشتیم در واقع. البته که ما چون کراس اوور داخلی داریم، خازن داخلی این مدار داریم، تست این شکلی خیلی اصولی نیست و بهتر بود که خازن‌ها حذف بشه و جزء به جزء به بخش خودش متصل بشه. اما من می‌خواستم روی یه ترکیب کامل این تفاوت صدا رو حسش بکنید، این محدود شدن فرکانس رو حسش بکنید. حالا بریم سراغ خروجی تیوتر ببینیم به چه شکله. الان میخوام این باندو هر درایورش رو، یعنی باند کامل رو، به خروجی تیوتر وصل کنم. بریم وصلش کنیم، تست صدا بگیریم. خب اینم از تست کراس اوور تری وی. اما یه سری نکات داره، یه سری پارامترهای مهمتر داره که باید بررسیشون بکنیم. اصلا چرا وقتی ما خروجی ووفر رو تست میگیریم میدرنج هم میخونه؟ چرا وقتی میدرنج رو تست میگیریم ووفر و تیوتر هم یکم میخونن؟ مگه قرار نیست فیلترش بکنه؟ پس چرا میخونن؟ اینا همش نکاتیه که ریز به ریز و جزء به جزء باید در مورد بلندگوها رعایت بشه، در مورد کراس اوورها رعایت بشه تا ما بتونیم یه صدای تفکیک شده یه عالی داشته باشیم. اون نکات چیاست؟ ما در مورد ترکیب باندها صحبت کردیم و گفتیم یکی از پارامترهای مهم در مورد کراس اوورها و انتخاب کراس اوور و قطعاتش و طراحیش ترکیب باندمونه. یکی دیگه از پارامترهای مهم در مورد کراس اوور توانشه. هر کراس اوور یه توانی داره. این توان رو چی مشخص میکنه؟ قطعات روی کراس اوور دیگه
این واتی که واسه مقاومت درج شده، ولتاژ خازن، سطح مقطع سیمی که باهاش سلف پیچیده شده، اینا همه پارامترهایی هستن که توی توان نهایی کراس‌اوور ما تاثیرگذارن و اگه که ما توان بیشتری بخوایم به کراس‌اوورمون بدیم و توی خروجی ازش بکشیم، قطعاً کراس‌اوورمون آسیب می‌بینه. یکی دیگه از پارامترهای مهمی که توی کراس‌اوور تاثیرگذاره امپدانس بلندگوست. یعنی امپدانس بلندگو هم توی انتخاب کراس‌اوور تاثیر داره، 100% تاثیر داره. یکی از مهمتریناست. اینجا خیلی مهمه. میخوایم ببینیم چه تأثیری داره و بریم تست بگیریم. الان میریم تست میگیریم، میبینیم امپدانس چه تأثیری روی کراس‌اوور و کارکرد کراس‌اوور ما داره. ببینید به طور کلی قبل از اینکه بریم تست بگیریم یه توضیح جامعی در موردش بدم. توی ترکیب تو وی مثال میزنیم. توی ترکیب تو وی ما یه ووفر داشتیم و یه دونه تیوتر فرکانس های میانی رو به بالا رو واسه ما پخش میکرد و ووفر فرکانس های میانی رو به پایین رو واسه ما پخش میکرد. درسته، در موردش صحبت کردیم. دو تا پارامتر اینجا تعیین میکنن که خروجی ووفر کراس‌اوور ما تا چه حد صدای میانی هم داشته باشه یا خروجی تیوتر کراس‌اوور ما تا چه حد صدای میانی رو پخش بکنه. دو تا پارامترن که تاثیرگذارن و با هم رابطه مستقیم دارن. یک، قطعاتی که روی این کراس‌اوور استفاده شده و دو، امپدانس بلندگوهایی که ما این کراس‌اوور رو واسهشون طراحی کردیم. فرض کنید ما که یک کراس‌اوری خریدیم که مشخصاتش واسه یه ووفر 8 ohmi، ووفر با امپدانس 8 ohm و تیوتر هم با امپدانس 8 ohm. این کراس‌اوور واسه این مشخصات طراحی شده. حالا ما بیایم ووفر 4 ohmi و تیوتر 4 ohmi استفاده کنیم. چه تأثیری داره؟ اینجا می‌خوایم ببینیم رفتار کراس‌اوور چه تغییری میکنه و بازه فرکانسی که واسش نوشته شده بود توی مشخصاتش اینجا واسه ما چه تغییری میکنه. اینجا وقتی تیوتر 4 ohmi میشه، بازه فرکانسی، محدوده فرکانسی که واسه تیوتر نوشته بود اینجا محدودتر میشه به سمت فرکانس های بالا. یعنی چی؟ یعنی صدا تیزتر میشه نسبت به تیوتر 8 ohmi. توی ووفر بازه فرکانسی ما وسیع‌تر میشه، یعنی صدای میانی بیشتر داخل ووفر ما میاد. ببینید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه امپدانس بلندگو روی رفتار کراس‌اوور. حالا برعکسش هم دقیقاً همینه. فکر کنید این واسه باندهای 8 ohmi طراحی شده و مشخصاتش روی باندهای 8 ohmi نوشته شده. حالا ما می‌خوایم باند 16 ohmi بهش وصل کنیم. اینجا محدوده پخش فرکانسی تیوتر اینجا 2 برابر میشه یا فرکانس قطع به اصطلاح نصف میشه. یعنی اینجا تیوتر بخشی از صدای میانی هم با خودش پخش میکنه. یعنی چی؟ یعنی صدا به سمت صداهای میانی هم میره علاوه بر صداهای تیز. برای ووفر هم دقیقاً برعکس حالت قبلی. اینجا فرکانس ووفر وقتی امپدانسش 2 برابر بشه محدودتر میشه. یعنی چی؟ یعنی فرکانس قطعش 2 برابر میشه و صدا به سمت صداهای بیس و بم محدودتر میشه. حالا بریم روی میز تست اینو بگیریم، ببینیم روی ووفر 3 ohmi و روی ووفر 6 ohmi این چه رفتاری از خودش نشون میده و آیا ما تغییر صدا رو حس میکنیم یا نه. بریم روی میز یه تست بگیریم. خب ببینید رفقا، من 2 تا ووفر اینجا دارم. این میدرنج رو به کنار، اینی که اصلا سیمش وصل نیست، کارش نداریم. 2 تا ووفر اینجا دارم، یه ووفر 3 ohmi، یه ووفر 6 ohmi. حالا با این کراس‌اوور تو وی کار دارم با خروجی ووفرش. میخوام ببینم که تغییر امپدانس بلندگوها چه تأثیری روی رفتار کراس‌اوور من داره. الان من میخوام ووفر 8 اینچیمو به خروجی ووفر کراس‌اوورم وصل کنم. توی تست قبلی چون مدل ووفرهامون یکی نبود اونقدر تست جالب در نیومد، چون کلا جنس صدای ووفرهای ما با هم فرق داشت. اما الان اومدم از یه مدل ووفر استفاده کردم، میخوام توی یک حالت با هم دیگه موازیشون کنم بشن 3 ohm تست بگیریم، توی یه حالت با هم دیگه سریشون کنم بشن 12 ohm با هم دیگه تست بگیریم، چون هر کدوم 6 ohm میاد و ببینیم که اینجا رفتار کراس‌اوور روی جنس صدای ووفر چه شکلیه. پس بریم اینم تست بگیریم، قطعا تست جالبیه. بریم تست بگیریم. این روی حالت موازی 3 ohmiه. خب این صدا رو شنیدید روی حالت موازی 3 ohmi. خب
الان دوباره ادامه همین حالت رو پخش میکنم، منتها واسه اینکه فاصله نیفته بین صداها، بین تست ها و بتونید قشنگتر درک بکنید، یه بار دیگه همین حالت رو تست میکنم و با تغییر دستم حالت ها رو جابجا میکنم و توی ادیت درستش میکنم که شما بتونید قشنگتر درکش بکنید. پس یه بار دیگه همین حالت رو میشنویم. موازی 3 او. رفقا متوجه تغییر شدید؟ نمیدونم تو ویدیو حس شد یا نه، اما به وضوح صدا تغییر کرد. روی حالت امپدانس 12 او صدا یه مقدار شفافتر شد، یه مقدار فرکانس های میانی اومدن توی صدای ووفر و محدوده فرکانسی ما وسیع‌تر شد. به قول گفتنی فرکانس قطع ما نصف شد. فرکانس قطع ما تغییر کرد فقط با تغییر امپدانس بلندگوها. پس ببینید کراس اوور میتونه چقدر خودش هیته وسیعی باشه و چقدر میتونه آرایش صدای ما رو تغییر بده که میتونیم ما تغییر امپدانس بلندگوها رو با جابجا کردن قطعات روی کراس اوور جبرانش کنیم. مقدار سلف و خازن رو تغییر میدیم و به اون چیزی که میخوایم در نهایت میرسیم. یکی دیگه از پارامترها تغییر شیب فرکانس هست که خودش باز تغییر فاز صدا رو واسه ما میاره و خودش باز نوع کراس اوورهای ما رو به 4 دسته تقسیم میکنه که تعیین میکنه کراس اوور ما تا چه حدی صداها رو از همدیگه جدا کنه. آیا ووفر صدای میانی هم داشته باشه، یک هم داشته باشه یا اصلا نداشته باشه، میدرنج فقط صدای میانی رو پخش کنه یا بخشی از لو مید و های مید هم اجرا کنه. اینا با تغییر مدل کراس اوور قابل تغییرن و همشون واسه خودشون یه محاسبه و یه فرمول دارن که خیلی هیته وسیعیه و ما کی کارش داریم، کی در موردشون بیشتر صحبت میکنیم، زمانی که خواستیم کراس اوور واسه سیستممون طراحی کنیم. توی ویدیوهای آینده، نمیدونم دقیقاً کدوم ویدیو میشه، ولی خب توی 2 تا ویدیوی آینده نیست، بعد از این هاست، ما میایم واسه سیستم دستسازمون کراس اوور طراحی میکنیم و بعد کراس اوور میسازیم از صفر. اونجا نیازه که کامل در مورد شیب فرکانس ها و اختلاف فازی که روی صدا به وجود میاد، تغییر فازی که به وجود میاد و اینا کامل صحبت میکنیم. پس چی شد؟ ما کراس اوور رو بر اساس نوع بلندگوهامون، امپدانس بلندگوهامون، توان بلندگوهامون و جنس صدایی که نیاز داریم در آخر طراحی میکنیم یا تهیه میکنیم. جنس صدای بلندگوهای ما هم قطعا تاثیر داره. مثلا توی اون کراس اوور تیریوی بود که تستشو نگرفتیم چون کامل نبود، دیدید که اصلا سلفی نداشت. توی ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم. اینو هیچ سلفی نداره، یعنی خروجی ووفره که خروجی آمپلیفایر موازی شده، یعنی انگار مستقیما ووفر رو داخل کراس اوور نیوردی، بردی وصل آمپلیفایر کردی. چرا اینجا نمیشه هر ووفری استفاده کرد؟ ووفرهایی رو میشه اینجوری استفاده کرد که اصلا حتی اگر صدای کامل هم واردشون بشه، صدای میانی رو نمیتونن پخش کنن. این کراس اوور مربوط به سیستم خونگی LG 11000 داخل باندهای LG 11000 و LG 5300 وات استفاده شده که اونجا LG نیاز ندیده. چرا نیاز ندیده واسه ووفر سلف بذاره؟ نیاز ندیده واسه ووفر فیلتر جداگونه بذاره، فیلتر پایین گذر بذاره. چرا؟ چون حتی اگر صدای کامل، فرکانس های کامل هم به ووفر بده، ووفر اصلا قابلیت پخش فرکانس های میانی رو نداره. یعنی ووفر عملا خودش توی فرکانس های پایین فقط پخش میکنه و فقط میتونه فرکانس های پایین رو پوشش بده. به خاطر همین اینجا LG نیاز ندیده که سلف بذاره و از فیلتر پایین گذر استفاده کنه. اما یه سری از ووفرها وقتی صدای کامل رو بهشون بدی، به هم ریختگی صدا ایجاد میکنن. چرا؟ چون میخوان فرکانس های میانی هم بخشش رو پوشش بدن، نمیتونن، صدا رو به هم میریزن. به خاطر همین میان از فیلتر پایین گذر استفاده میکنن، از کراس اوور استفاده میکنن که این اتفاق نیفته و فقط فرکانس هایی که میتونن پخش کنن بهشون برسه. خب ما مزیتاشو گفتیم، همین که تفکیک صدای بالاتری به ما میده، صدای با جزئیات‌تری به ما میده و صدا به صورت تخصصی تر از هر درایور صوتی پخش میشن. این از مزایاشه. درایورها هم دیرتر آسیب میبینن وقتی میدرنج بیس بهش نرسه، فرکانس های پایینی و بالایی محدود بشن و بهش نرسن، طبیعتا عمر بالاتری داره و دیرتر آسیب میبینه. ووفر هم و مید بیس هم همینطور. وقتی فرکانس های مخصوص خودشون بهشون برسه، هم صدای بهتری پخش خواهند کرد، هم طول عمر بالاتری خواهند داشت. اما چرا یه سری جاها کراس اوور استفاده نمیشه؟ به خاطر معایبش. معایب کراس اوور چیه؟ چرا روی سری از سیستم های حرفه‌ای کراس اوور پسیو رو ما نمیبینیم؟ عیب کراس اوور اینه که ما وقتی داریم فرکانس ها رو دسته‌بندی میکنیم، بخشی از فرکانس هایی که نیاز داریم رو ناخواسته از دست میدیم.
یعنی ما توی ترکیب 2 وی یا 3 وی یه بخشی بین فرکانس های پایینی که ووفر پخش میکنه و بین فرکانس هایی که مید رنج پخش میکنه یه بخشی رو ما داریم صداشو از دست میدیم، یه بخشی از صدا رو از دست میدیم و صدامون یه جورایی ناقص میشه. به همین خاطره که توی سیستم های حرفه‌ای از کراس اوورهای اکتیو استفاده میشن که بشه کامل تنظیمشون کرد و بشه یه صدای کامل رو ازشون گرفت. به علاوه اینکه توی اکثر کراس اوورها حجم صدای ما هم کم میشه، اما ما در عین حالی که میدونیم یه سری از فرکانس ها ممکن از صدامون حذف بشه، ما واسه اینکه نه خروجی کار رو ببینید توی ویدیوهای بعدی به زودی سیستم مجهز به کراس اوور رو داریم، اسپیکر مجهز به کراس اوور رو داریم که احتمالاً 3 وی یا 4 وی هم هست. کراس اوور 4 وی فعلا موجود ندارم، یا باید بسازیمش با هم دیگه یا باید از 2 تا کراس اوور استفاده کنیم که اینو توی ویدیوهای بعدی در موردش تصمیم میگیریم. اینم در مورد کراس اوورها بعداً توی ویدیوی طراحی و ساخت کراس اوور بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. اگه که پارامتری هست که توضیح ندادم، اگه جایی رو اشتباه کردم، اگه جایی رو ناقص گفتم، لطفاً شما توی کامنت ها درستش رو بنویسید که هم خودم یاد بگیرم هم بقیه رفقا استفاده کنن. دمتون خیلی گرمه، مرسی که تو آخر ویدیو با من بودین، مرسی که وقت گذاشتین. یادتون نره که ما 2 تا چنل داخل یوتیوب داریم و فقط هم توی یوتیوب و تلگرام فعالیم. فعلا پیج اینستاگرام هم داریم که فعلا فعال نیستیم داخلش، فقط یوتیوب و تلگرام. توی تلگرام یه گروه و یه کانال داریم که اونجا با رفقا گپ میزنیم، در مورد گجت هایی که میسازیم همدیگه رو راهنمایی میکنیم، از همدیگه ایده و نظر میگیریم و کلی اتفاق خفن میفته. لینکش توی توضیحات زیر همین ویدیو هست، اگه دوست داشتید میتونید جوین بدید، قطعا جاتون خالیه، پیشنهاد میکنم حتما جوین بدید. خب و یوتیوب که 2 تا چنل داریم، این چنل دومه که گسترده روی سیستم های صوتی کار میکنیم و چنل اصلی که اونجا انواع گجت ها رو میسازیم. پس اگه چنل رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله هم روشن کنید که ویدیوهای آینده رو از دست ندید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، اگه ویدیو به دردتون خورد، لایکش کنید، ممنون میشم. نظرتون هم حتما توی کامنت ها واسم بنویسید، چرا که نظرتون خیلی واسم ارزشمنده و مسیر پیش رو واسم هموارتر میکنه و بهم انگیزه میده. من هر چی که دارم از حمایت شماست، پس این حمایت رو از من دریغ نکنید. دمتون خیلی گرمه، مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.